در قرقیزستان گروهی از هنرمندان برای مرزبانان مستقر در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه بادکند کنسرت تشکیل نمودند. همزمان با هنرنمایی به مرزبانان غذا تقدیم شد. ابتدای ماه روان در نتیجه تیرپرانی در منطقه بحث برانگیز مرز میان دو کشور جمعاً 8 مرزبان از دو طرف مجروح شدند. در شهر جلال آباد افغانستان یک بمبگذار مرگ طلب ظاهراً می‌خواست یک وکیل مردمی را مورد حمله قرار دهد، ولی او خود هدف تیر محافظان وکیل مردمی قرار گرفت و مواد ترکنده هم پیش از وقت منفجر گشت. در حادثه دیگری در ننگرهار جلال آباد بر اثر حمله مرگ طلبانه بمبگذار سوار ماشین و 2 افسر پلیس به هلاکت رسیدند. طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند. هفته روان قرب روبل روسی در مقابل دلار و یورو به نقطه خیلی هم پایین فرآمد. از 1 ینور به این طرف روبل روسی در مقابل پولهای جهانی تخمیناً 6% ارزش خود را از دست داده است. پایین‌شوی قرب روبل را با کاهش دخالت بانک مرکزی روسیه ارتباط می‌دهند. گفته می‌شود که سال 2015 مقامات روسیه قرب روبل را کاملاً آزاد خواهند کرد. در منطقه شمالی شبقدر پاکستان یک مکتب بچگانه منفجر شد. بر اثر ترکیش که ساعت‌های بر وقت صبح به وقوع پیوست، کسی جراحت نبرداشته است. در طول 5 سال گذشته در شمال پاکستان کم از 400 مکتب مورد حمله قرار گرفته است. مسئولیت اکثر حمله ها را گروه‌های همپیمان طالبان بر عهده گرفته‌اند. در گرجستان سابقه‌داران جنگ‌های ابخازستان و اسیتیای جنوبی به نشان دستگیری اعتراض‌های اوکراین گردهمایی برپا نمودند. مراسم در نزد مجسمه قربانی‌های جنگ در پایتخت گرجستان دایر شد. بعضی سابقه‌داران عزم سفر به اوکراین داشتند.